در کلینیک ما بوتاکس معده با رعایت استانداردهای لازم با استفاده از اندوسکوپ ژاپنی اولمپوس انجام میشه. استریل بودن وسایل و استفاده از وسایل یکبار مصرف از اصول اولیه ماست. ابتدا بیمار تحت بیهوشی سبک قرار میگیره. در تمام مدت علائم حیاتی بیمار توسط کارشناس با تجربه بیهوشی تحت کنترل هستش. ابتدا کل معده رو بررسی میکنیم. اگه زخم نداشت بوتاکس رو از طریق کاتتر یکبار مصرف در نقاط متعدد تزریق میکنیم. دقت و سرعت در این مرحله بسیار مهمه. همونطور که مشاهده میکنیم بیمارمون هیچ گونه دردی رو احساس نمیکنه. پس از پایان عمل هم خاطره بدی از انجام بوتاکس معده نخواهد داشت. کل مراحل آماده سازی و تزریق حدود نیم ساعت طول میکشه. پس از بیدار شدن بیمار 1 ساعت تحت نظر قرار میگیره